دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال داستان ما یکیست. بنده سیما قدرتی، مربی زندگی با شما و برای شما. چند روز پیش با هم صحبتی داشتیم در مورد اینکه بتونیم یه جورایی به جوانای خودمون کمک بکنیم که بتونن با فکر و احساسشون آشنا بشن و بتونن به اون حقیقت اصلیشون که در درونشون هست پی ببرن. و راجع به این مسئله صحبت کردیم که چطوری میتونیم این تحری حقیقت رو، یعنی آشنایی با افکار و احساسات و فرهنگ و اون محیطی که درش بزرگ شدیم رو هم خودمون شروع کنیم و هم که بتونیم به جوانامون کمک بکنیم که چطوری با حقیقت خودشون آشنا بشن، تحری حقیقت کنن، یعنی همه چیز رو ببرن زیر سوال. یه صحبتی شد در مورد این که مثلا اصلا چه فرهنگی حقیقت داره، از کجا باید شروع بکنیم. یه چیزی که راجع به صحبت کردیم این بود که مثلا اگر در یک خانواده پدر مادر 3-4 تا بچه دارن، میخوایم حقیقت رو اصلا تو خانواده پیدا بکنیم، باید ببینیم که حقیقت کدوم فرزند حقیقت اصله. آیا فرزند اول که پدر مادرش بسیار مهربون بودن و شرایط رو براش آماده کردن، یا خیلی سختگیر بودن چون بچه اول بوده، یا بچه دوم که بعد از چند سال به دنیا اومده و امکان داره که پدر کارشو از دست داده باشه و مادر توی یک افسردگیش باشه، یا برعکس امکان داره مادر زیر فشار باشه و پدر افسردگی بگیره، یا بچه سوم که چون تعداد بچه ها زیاد شده حالا بچه ها رو باید پدر بزرگ مادر بزرگ کنن و اصلا بچه سوم پدر مادری ندیده، با پدر بزرگ مادر بزرگ شده. پس میخوایم اینجا ببینیم که حتی اگه توی خانواده کوچیک هم نگاه بکنیم، ببینیم اصلا حقیقت اصل زندگی از کجا شروع میشه، کدوم خانواده حقیقت اصل هستن. پس به این نتیجه میرسیم که هیچ کدوم از اینا حقیقت نداشته. اینها شرایط پدر مادر بوده که یه محیط رو آماده کرده برای این بچه‌ها و اون پدر مادر هر چیزی که داشتن و در اون زمان آگاهیایی که داشتن، شرایطی که داشتن، با بچه‌ها شریک شدن. پس این بچه وقتی به یه سنی میرسه، به یه سن بلوغی میرسه، باید تمام اینا رو ببره زیر سوال. و وقتی که این اتفاق میفته در سن 15-16 سالگی، یک مسئله بسیار مهمی هم اینجا روشن میشه. ببینین، در کودکان به طور خیلی آزاد و راحت احساساتشون رو راحت نشون میدن. همون چیز رو که احساس میکنن رو قشنگ ما میبینیم. مثلا اگر در وجودشون یک شادی هست، با خنده هایی که دارن، با بازی هایی که دارن، اون شادی رو نشون میدن. یا اگه در درونشون یه غمی هست، یه دفعه یه سدنس، یه غمی وارد میشه، بلافاصله شروع میکنن گریه کردن، اشکشون میاد و ما اینو میبینیم. یا اگر خیلی مثلا کنجکاو هستن، سوال میکنن. این سوال هستش که به ما نشون میده که اینا عزیزان کنجکاون، درسته؟ و اینا رو راحت به ما نشون میدن. اما وقتی که بزرگ میشن، یه سری مسائل، یه سری چیزا اتفاق میفته. چون در زمان کودکی مسئله که خصوصی هست بیشتر، یعنی 100% ربط داره به بدن ما یاد میگیریم که به بدنمون، مخصوصا به بعضی از قسمت از بدنمون احترام بذاریم و اون کرامت انسانی رو و اون کرامت انسانی و اون شخصیت انسانی رو حفظ بکنیم و با احترامی که بهش میذاریم این رو در پابلیک، در جاهای عمومی این رو نشون نمیدیم. و این به خاطر این نیستش که ما میخوایم پنهانکاری بکنیم که مثلا لباسهای خوبی بپوشیم یا یه سری از قسمت بدنمون رو پوشیده نگه داریم. این به خاطر اون کرامت انسانی که ما به یک آگاهی میرسیم در یک سنی، درسته؟ و این از روی ترس نیست عزیزان، از روی اون آگاهیه. و همونطور که گفتم این یک حالت سیکرت نیست، یک حالت که یه چیزی رو مثلا قایم بکنیم نیست، فقط داریم بهش احترام میذاریم و ریسپکتش میکنیم، درسته؟ احترام بهش میذاریم و اون کرامت انسانی رو داریم ازش بهش بها میدیم. و وقتی که به سن 15-16 میرسیم عزیزان، حالا در همون جای مسائل خصوصی هم شروع میشه. ببینین، خب در کودکی بدن ما بود،
که به اون آگاهی رسیدیم. حالا در سن 15-16 سالگی داریم به یه آگاهی میرسیم که یه چیز خصوصی در بدن من، در وجود من، در درون من داره بیدار میشه و من باید با اون آشنا بشم. و اگر جوانای ما با اون خصوصیت، با اون شخصی بودن درونشون آگاه نشن، متاسفانه سعی میکنن که بیرون رو خیلی شخصی نگاه کنن، تو خودشون رو تو اتاق زندانی کنن. نمیدونم پسوردهایی برای تلفنمون 1 کیلومتری میشه، یا خونه هامون، نمیدونم دیوار خونه هامون انقدر سنگین میشه، تاریک میشه که هیچکی وقتی یکی از بغل خونه ما رد میشه انگار از بغل زندان داره رد میشه. ببینین اینا یک آگاهی هایی هسته که در سن 14-15 سالگی شروع میشه و اگر در اون زمان کودکان و جوانان ما یک راهنمایی درستی داشته باشن، کسایی باشن که بهشون آگاهی کامل رو بدن، بگن تو در درون خودت داره یک دری باز میشه، این در به طرف قلبته، قلب تو یک نوریه که باید به جهان بتابه. حالا وقتی که میری به طرف قلبت، بدون که تو از عشق ساخته شدی، از گل عشق ساخته شدی، بدون که تو دارای علم لدنی هستی، بدون که تو تمام خصوصیت هایی که در خداوند هست در وجود تو هست. وقتی جوان ما اینا رو بشنوه، در درونش اون احساس، اون حس کانفیدنسش، اون عزت نفسش، حرمت نفسش قشنگ محفوظ میمونه و پروتکت میشه و به این آگاهی میرسه که پس اگر من یک نورم و بره در درون خودش، بعد اونجا میدونه که تحری حقیقت یعنی این که هر چیزی که باورایی که به من دادن متعلق به بیرون بوده، من اینا رو باید بذارم کنار و به درون خودم برم. و وقتی در درون خودش وارد میشه و خودش رو پیدا میکنه، شروع میکنه همونی هست که میشه، یه نوری میشه در این دنیا که به همه میتابه، گرما میده، بدون اینکه قضاوت کنه، بدون اینکه مسئله رو توضیح و توجیه کنه، بدون اینکه بخواد با کسی مسابقه بده، بخواد ثابت بکنه. و وقتی که به اونجا برسه عزیزان، به یک آگاهی خیلی عظیمی هم میرسه و اون اینه که همه انسان ها در وجود اون نور هستن. یعنی به اون واننس میرسه، به اون وحدت عالم انسانی در وجودش میرسه که همه انسان ها مثل خودش هستن، ما هیچ فرقی با هم نداریم و این وحدت عالم انسانی و این نور حقیقت از درون شروع میشه. چقدر خوبه که همه با هم دست به دست هم کمک کنیم که این جوانای ما به اون حقیقت درونی خودشون برسن و متوجه بشن که کی هستن، چی هستن. بنده سیما قدرتی، مربی زندگی، با شما و برای شما. خیلی ممنون که با من بودین و با امید دیدارتون هر چه زودتر.